16 ماه در بدایت هجرت در مدینه منوره طرف بیت المقدس نگاه کرد نماز میگذاشت. طرف قبله طرف کعبه نه. در 13 سال اولی مکه باشد خیلی نماز اثرش فرض نبود. نماز سال 12 هجری قول سه که فرض شد، بعضی قولان سال 10. پیغمبر اگر نماز خوانده میشوند طرف بیت المقدس و نگاه کرد نماز میخواندن، لیکن قبله طرف بیت المقدس بین بیت المقدس و بین خودشان و قبله مونده سانی میخواندن، چون که مکه بیمارال کو کدام طرف و خدا گودگر همون طرف نگاه کرد خوانده میشد، قبله با هم قبله و همون طرف نگاه کرد. فهمیدید تو می نمی هم قبله نگاه کنید همون طرف خدا گفتگی را همین چه میکردم. کعبه نگاه کرده میخواندن و یا برو بیت المقدس بیام بود، لیکن وقتی که مدینه اومدن نمیشد این کارو کرد. این سمت مدینه دیگر خیلی ثانی طرف بیت المقدس و نگاه کرده میخوانن که یهودا و این کار معقول شد، چون که یهودا بیت المقدس و نگاه کرده میخوانن، مدینه ده یهودا زندگی میکردن. ثانی گفتن که ایها قبله ما نگاه میکرده از که گفتن، لیکن پیغمبر میخواستن که کعبه نگاه کنن. ثانی خدا فلنولینک قبلة ترضاها در سوره بقره ما نگفته تو یک قبله و میگردونیم که تو اوای قبله راضی میشی. ثانی خدا فولی وجهک شطر المسجد الحرام رویت طرف مسجد حرام بکره نماز خوان. آیت نازل شد، پیغمبر علیه السلام شبانه نازل شد. اگر از بامداد برونده مسجد نبوینده چو کردن؟ یعنی طرفی کعبه نگاه کردن، قبله نگاه کردن. یک آدم هم مسجد قبا و گذشتگی که واقعا نمازی بامداد خوان شدگی بود، گفتن که ای مردم همیشه پیامبر صلی الله علیه و سلم با آیات نازل شد که طرفی قبله نگاه کردن خوانتون بود کعبه و گفت واقعا در این نمازان طرفی کعبه و گشتگی. این مسجد هم میگن که نماز عصر به اینجا خبر رسید آمده، نماز عصر هم مردم در بعض روایت ها میگه که 2 رکعت عصر طرفی بیت المقدس و نگاه کرده خواندگی، 2 رکعت عصر در طرفی کعبه نگاه کرده خواندگی. اما 2 قبله میگن، قبلتین معناش 2 قبله، یک نماز 2 قبله نگاه کرده خواندگی، اما قبلتین شدگی. اینجا ها بنی سلمه بود، در زمان پیامبر اینجا ها مردم زندگی میکرد، نماز جماعت مسجد پیغمبر میرفتن 5 کیلومتر خر و اسب پیاده. ثانی ها گفتن که ما یعنی مسجد پیامبر خانه میخریم و اومدن یعنی پیغمبران رو زندگی میکنیم. ثانی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ای بنی سلمه من شنیدم که شما اطراف مسجد پیغمبر با کوچیده اومدنی هستید، دیارکم خیرلکم، دیار خودتون لازم گیرتون، دیارتون بهتر است برای خودتون، هر یک قدمتون نوشته میشد، ثواب اینها کلام میشد اطراف مسجد. همونجا اونجا برویتون جماعت بود، همون وقتا اینها همینجا رفتیم. این مسجد به یگان حدیث نیست که آمده زیارت کنیتون یا در آمده نماز خواندن گفته که یگان فضیلت ندارد این مسجد، فقط همین که مردم ما همینجا بیان. خب اگه شهرتون برویتون اگر قبلتین رفتیم میگوید نه گوید اگر اونتا بیسعادش بود که حاجتون حج نشده است نگود گفته من شما رو آوردم، لیکن اینجا یگان نه آیت نه حدیث های، اگه مردم ها نمیفهمن این حاجی ها بینند بیسعادش بسیار کاره خطا بسیار انجامده، آدم دیده زیغ میشن. اما هیچی اگر میدارم گویتان دارایتان دیده برویتان همچون اکسکورسیه لیکن ثواب نیست. پیامبر امر کردگی نه، خوبه و امر کردگی از رفتگی ما و شهدای احد میریم اونجا امر کردگی، اینجا امر کردگی نه.